بسم الله الرحمن الرحیم. طره حسن لم یزل سایه کشان به هر کجا، حرکت نقطه ای شده است دایره کمال دوست. حرکت جوهری کجا نسخه نویس حکمت است، جوهر عشق ای حکیم خفته به زیر خال دوست. بیا که مختصر کنم حدیث رهروان عشق، حب محمد و علی است خطه اعتدال دوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراه برنامه معرفت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها در ایام عزاداری سالار شهیدان و یاران و اولاد با وفایش. همطور که استحضار دارید بحث ما پیرامون اندیشه های والای عین القضات همدانی است که در محضر استاد عزیز چند جلسه ای هست که پی میگیریم. استاد خدمت شما هم تسلیت عرض میکنم این ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام را و میپردازیم به فرازهای دیگری از آثار ارزشمند عین القضات همدانی. استاد اگه اجازه بفرمایید پیرامون قیاس از نگاه این بزرگوار این جلسه بحث بکنیم. من یه پاراگرافی از کتاب زبدة الحقایق بخونم خدمت شما، بعد در خدمت توضیحات و تفسیر حضرت علی باشیم. این بزرگوار می‌فرماید که این بیچاره را اوقات و حالات بوالعجب رو می‌نماید که جنبه رمزی و سری دارد. هاتفی در مأذن جانم گفت تو محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به کس قیاس مکن. تو از او دستی و پایی و تنی میبینی، ولی محمد ورای آن است و آن عین رحمان است. و مال هذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. اتفاقا در همین آیه استاد حالا میخوایم که با یه زمینه‌ای برای بینندگان توضیح بدیم. بینندگان عزیز، اصلا قیاس در حوزه حکمت و عرفان چه معنی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قیاس یک صورت منطقی است، صورت استدلال در واقع و طریق انتقال فکره. فکر میدونه که به ذات باید انتقال معرفت از طریق انتقال فکر به دست میاد. فکر اگر ثابت باشه، اندیشه اگر ثابت باشه و حرکت نداشته باشه، انتقال نداشته باشه که همیشه سر جاشه و چیزی کشف نمیشه. کشف هر لحظه دست میده. برای انتقال فکر خب حرکت فکرم که حرکت مادی نیست، حرکت مکانیکی نیست، دینامیکی نیست، یه حرکت ویژه است. اصلا حالا ما حرکت میگیم ولی شاید اصلا کلمه حرکت هم صحیح نباشه. اینو انتقاله. باز انتقال با حرکت یه قدری فرق داره که جای توضیحش اینجا نیست. برای انتقال فکر صورتی هست، یعنی متدی هست، راه و روشی هست. قیاس که بهترینش قیاس برهانی است. حالا ما قیاس خطابی داریم، قیاس جدلی داریم، قیاس شعری داریم، اقسام داریم، 5 قسم قیاس داریم. بله. قیاس صورته، اما از همه مهمترش قیاس برهانیه که موادش بدیهیاتند. مثلا اگر چنانچه قضایای تخیلی رو در صورت قیاس بریزی، اون قیاس شعری میشه. اگه حرفای خطابی رو که قانع کننده ذهن عامه هست ولی استحکام منطقی نداره در صورت قیاس بریزی، اون قیاس خطابی میشه. و همچنین قیاس تمثیلی الاخر. قیاس برهانی از دو مقدمه تشکیل میشه. یک مقدمه بدیهی که صغرا نامیده میشه و یک مقیده یک کبرا نامیده میشه و یه حد وسطی هست که بین این دو قضیه بین صغرا و کبرا تکرار میشه. در واقع پل ارتباط، حد وسط پل ارتباطه بین یه قضیه معلوم که بالبداهه معلومه و قضیه‌ای که حالا مجهول، مقصدی داریم که میخوام بهش برسیم و هنوز معلوم نیست. این حد وسط وقتی تکرار میشه،
حالا مثلا در صغرا کبرا قرار میگیره، در صغرا محمول قرار میگیره، در کبرا موضوع قرار میگیره و تکرار میشه، موجب انتقال فکر از یک مقدمه، از یک قضیه به قضیه دیگر میشه. این اساس منطقی قیاسه که منطقدانان از زمان ارسطو، البته این در ذات و فطرت بشر هست، نه اینکه ارسطو مبدع منطق نیست، به وجود نیاورده منطق رو، تدوین کرده منطق رو. منطق در ذات آدمی وجود داره، اصلا انسان به ذات منطقیه، وجود انسان به ذات منطقه، منطق در نهاد انسان هست. توجه فرمودین؟ یه چیزی مثل زبانه، زبان هم ساختار زبان در ذات انسان هست. ببینیم زبانی که الان ما داریم صحبت میکنیم یه الفاظه که این الفاظ قراردادیه، مثلا در فارسی یه جوره، در انگلیسی، در فرانسه، در چینی، در ژاپنی الفاظ متفاوته، اینا قراردادیه. ولی زبان یه ساختار داره، اون ساختار باطنی که ساختار همه زبانهای عالم یک چیزه، اگرچه الفاظش متفاوته. یعنی ساختار هر زبانی با زبان دیگه یک چیز بیشتر نیست. اون ساختار جز فطرت آدمی است. منطق هم جز فطرت آدمی است و اینجاست که اختلافی از قدیم الایام بوده بین منطقدانها و علمای علم نحو که سردمدار علمای علم نحو ابو سعید سیرافی است. این در قرن سوم چهارم مناظره بین ابو بشر متا که فیلسوف و منطقی بود. ابو بشر متا استاد فارابیه، منطقدان بزرگی بود و فیلسوف بود. ابو سعید سیرافی که یک نحوی بزرگی و ایرانی هم هست، اهل سیراف ایرانه، این منطق نحوی بزرگی بود و ادعا داشت که ما با داشتن علم نحو نیازمند منطق نیستیم. اون منطق و نحو رو در واقع یه چیز میدونست، میگفت که ما منطق همون نحو ماست. این مناظره معروف است که من وارد اون بحث نمیشم. البته اونجا ظاهرا ابو بشر متا شکست خورد چون زبان عربی خوب نمیدونست. در مجلسی بود که وزرا بودند و در محضر وزرای خلیفه تشکیل شده بودین و بعدها فارابی از این شکست ابو بشر متا گله میکنه و میگه اون شکست منطق نبوده، چون ابو بشر به زبان مسلط نبود شکست خورد، ولی منطق از نحو شکست نمیخوره. معذالک میخوام میگم بین منطق و ساختار زبان یک تفاوت‌هایی هست که جای بحثش اینجا نیست، ولی هر دو هم ساختار زیرین زبان در فطرت آدمی است و هم منطق در فطرت آدمی است. این که گاهی گفته میشه که ارسطو منطق رو به وجود آورده، به وجود نیاورده، تدوین کرده. یعنی اون چیزی که در فطرت آدمی بوده اومده به صورت داره رو تنظیم کرده و انصافا هم خوب تدوین کرده و امروز هم اگر منطق جدیدی پا به میدان گذاشته، منطق جدید هرگز نیامده منطق قدیم رو باطل کنه، باطل نیست. یه افزوده هایی، یعنی چون ریاضی نزدیک شده به منطق و منطق به ریاضی نزدیک شده، یه چیزایی بر منطق ارسطویی افزودن در منطق جدید. البته حالا اینم بحث هنوز جای این بحث هست که حالا که من ریاضیات آمده با منطقی که شده، آیا ریاضیات منطقی شده یا منطق ریاضی شده؟ این خودش قابل بحثه. این منطق نیست که ریاضی شده، هنوز این ریاضیاتی هم که دارن ریاضیات منطقی میشن، یعنی هنوز باید ریاضیات اعتبارش از منطق بگیره. منطق اعتبارش از ریاضیات نمیگیره، کمک میگیره، منطق از ریاضیات کمک میگیره، ولی منطق اعتبارش از ریاضیات نمیگیره. اما ریاضیات از منطق هم کمک میگیره، هم اعتبارش از منطق میگیره و در واقع ریاضیات محکمتر میشه به لحاظ اینکه جایگاه منطقی خودش پیدا میکنه. حالا این بحث‌های فنی است که من وارد این بحث نمیخوام بشم. چون شما سوالت قیاس بود، خواستم بگم قیاس طریق صحیح فکر کردن. یعنی اگه بخوایم با صحیح تفکر کنیم و دوچار اشتباه نشیم، از حیث صورت لغزش پیدا نکنیم، دوچار مغالطه نه خودمون بشیم و نه دیگران رو به مغالطه بیاندازیم، باید موازین قیاس رو رعایت کنیم. قیاس یه موازین داره که در منطق توضیح داده شده، من اینجا خیلی واردش نمیخوام بشم. البته اینجا به نظر میرسه که عین‌القضات همین برهان منطقی رو، قیاس منطقی رو میخواد رد کنه. حالا همین رد نمیخواد بکنه، دفعاً بحث همینه. عین‌القضات هیچ وقت نمیخواد قیاس منطقی رد کنه، نه میتونه رد کنه و نه هیچ کس میتونه رد کنه. اما یه اما داره، گاهی میشه که از این قیاس منطقی آدم فرا میره. فرا رفتن از قیاس منطقی یعنی چی؟ این همون چیزیست که ابن سینای ما که در واقع به یه معنی قبل از عین‌القضاته اسمش حدس گذاشته. ببین یه وقت شما متدیک فکر میکنی و بر اساس میزان منطقی موازین قیاس رو رعایت میکنی و فکر میکنی، درست فکر میکنی و با طی مقدمات که موازین صغرا صحیح باشه، کبرا صحیح باشه، حد وسط صحیح باشه، میری به این نتیجه منطقی میرسی. این اعتبار خودشو داره.
یه وقت شما در یک حالتی هستی یا یک انسانی هستی یا یک ذهن وقادی داری. این کلمه وقاد که میگم به معنی دقیق کلمه وقاد، میدونی وقاد یعنی افروزنده، یعنی افق‌گشا، فروزانه. یک ذهن فروزان افروزنده ای داری، یک نور الهی در شما هست که بدون طی مقدمات به نتیجه میرسه. ببین منطقی با زور، با آهسته آهسته، قدم به قدم حرکت میکنه از صغرا به کبرا، از کبرا به صغرا، از مقدمات به نتیجه، 2 مرتبه از نتیجه به مقدمات. الفکر و حرکت من المبادی الی المبادی و من مبادی الی المرادی. اول از مراد به مبادی حرکت میکنه، بعد از مبادی 2 مرتبه مراد مقصود حرکت میکنه، 2 تا حرکت انجام میده تا به نتیجه برسه. این کاری منطقیه، کاری فیلسوفه. اما گاهی انسان در حالتی هست که این مال بیشتر اهل شهود، عرفا، انبیا، اولیا، که یکاد و زیت و ها یوزی قرآن کریم میفرماد، مثل این که این فتیلش روشنه، یعنی این نفتش آماده است، فقط یک کبریت میخواد. اون کبریت هم غیبیه، یه دفعه زده میشه با یه پرش، میتونیم اسمش جهش بذاریم، پرش بذاریم، ذهنش بدون طی مقدمات نتیجه رو میگیره. این اسم ابن سینا اسم گذاشته حدس. عین القضات از بصیرت صحبت میکنه در همون کتاب زبدة الحقایق که از تاله اشاره کردیم. اون میگه این بصیرت است، با کلمه بصیرت از این معنی تعبیر میکنه، یعنی بدون طی مقدمات به نتیجه رسیدن، خیلی سریع و بی غلط و بی اشتباهه. نتیجه رو لب به لباب رو میگیره. همه ذهن‌های آمادگی رو ندارن، همه نفوسی آمادگی ندارن. نفسی که سالک الله یا یک موهبت الهی داره، یه استعداد داره، این استعداد رو اکتساب کرده از طریق توجه و تأمل و عبادت، یا اینکه موهبتی است در هر صورت. این همون چیزی است که شما میگه رد میکنه. من میخوام میگم رد نمیکنه، فرا میره. این طور ورای طور عقلم که میگن عرفا، منظورشون میگن طور ورای طور عقل. ورای طور عقل همینه که یعنی از مقدمات منطقی عبور میکنی. بله. اما اون هم عقل، باز اون خارج از عقل نیست. ببین استاد، یه موقع هست که ما در حوزه یه فیلسوف یا یه حکیم یا عارف حرف میزنیم. بله، عارف کسی است که مقدمات نیاز نداره، به نتیجه میرسه. اما اینجا مخاطب ملاکه، یعنی در واقع سوالی بود که مردم مطرح میکردن. قالو ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این چه پیامبری است که غذا میخوره و تو بازار راه میره؟ یعنی اینا نمیخواستن پیامبری باشه، شبیه خودشون باشه، مشابهت. اینجا میخواد پیامبر رو میبره بالاتر از این دست و پایی که شما میبینید. اینجا ببین، مأذنی در جانم گفت تو محمد را به کس قیاس مکن، تا از او دستی و پای و تنی میبینی که اون سوال رو میکنی که یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، ولی محمد ورای آن است و آن عین رحمان است. که جناب مولوی هم میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر. خب ببینید، حالا من این مطلب رو که شما خوندین، شما کاش زودتر درست قرائت کردید. مسئله همینه. اون چه که اینجا عین القضات قیاس میدونه و به قول شما باطل میدونه، و اون چه که مولانا در شعرش گفته که کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر، این قیاس منطقی نیست عزیز من، این تمثیل منطقی است. گاهی ببینین اینجا حال جای بحثش نیست که میخوام وارد بشم. ما یه قیاس برهانی داریم و اشاره کردم، یه قیاس جدلی داریم، یه تمثیل داریم که اینو گاهی بهش میگن قیاس. این همونی که شیطان کرد. اول من قاس ابلیس، اولین کسی که این قیاس رو انجام داد ابلیس بود. ابلیس همین قیاس باطل رو کرد. یعنی چی؟ این قیاس منطقی نیست، این تمثیله. یعنی یه چیز رو به مثل شباهت کردن. این قیاس نیست. این در اصطلاح درست منطقی قیاس نیست. اینو بهش میگن تمثیل منطقی ها. ولی دیگران که منطقی نیستن تمثیل رو قیاس مینامن. البته این باطله. یعنی از یک مثلی به یک مثلی هرگز نمیشه استدلال کرد. شیطان همین قیاس رو کرد که گفت من چون از آتشم اون از خاک، حالا مثلا آتش خب بالاتر از خاک، حالا من چرا سجده کنم؟ این قیاس البته باطله. اول من قاس ابلیس. و همین قیاس است که در فقه هم حجت نیست. یعنی گفته میشه که قیاس حجت نیست. قیاس حجت، فقها هم قیاس حجت نمیدونن. ان دین الله لا یصاب بالعقول.
یعنی تمثیل، یعنی از یک مثلی به مثل رفتن. حالا چرا قیاس این مردم باطل بود که گفتن یأکل و یمشی فی الاسواق؟ برای اینکه به خودشون قیاس میکردن. مردم جزیره العرب امثال ابو جهل که فراوان بودن اونجا، میدیدن خودشون یه آدمن در کوچه های مکه راه میرن. خب حضرت ختمی مرتبت هم یه آدم مثل اونا داره کوچه راه میره، یأکل و یمشی فی الاسواق، دیگه تو بازار هم میره، تو کوچه راه میره. میگفتن اونم یه آدمه، منم یه آدم. خب این چرا پیغمبر باشه؟ این قیاسه. گفت از قیاسش خنده آمد خلق را. این قیاس البته که باطله و این قیاس منطقی نیست. قیاس منطقی باطل نیست، این تمثیل است که به جای قیاس به کار گرفته میشه و این یک خطای بزرگه. این همون قیاس است که اون طوطی کرد. طوطی روغن بادام ریخته بود، صاحب دکان زده بود سرش، موه سرش ریخته بود، کچل شده بود طوطی. بر حسب تصادف یک کچلی آمد اونجا در دکان بقالی چیزی بخره. طوطی یه دفعه بگو آها دید مثل خودشه، دید اینم مثل سر خودش کچل مو نداره. گفت تو هم روغن بادام ریختی؟ این قیاس کرد. طوطی بی زبان قیاس کرد، یعنی خودش که سرش کچل بود، اون آقام سرش کچل بود، خودشو مثل او دید. گفت از قیاسش خنده آمد خلق را. البته که این قیاس باطله. اون مردم هم همینطور قیاس میکردن، میگفتن اون بشر مثل ما، پس حالا چرا اون پیغمبر باشه؟ در حالتی که نمیدونستن درسته اون بشر است. انا انا بشر مثلکم. اما یک تفاوت فاحش و غیر قابل قیاس وجود داره و اون تفاوت چی بود؟ انما یوها الی قل انما انا بشر مثلکم. بله من مثل شمام، بله منم بشرم، الا وحی ما یوها. اما یوها الی، این مقام وحی، من منزلتی دارم که به من وحی نازل میشه. من اتصال به مبدا وحی نازل میشه یعنی چی؟ یعنی من مقام رفیع دارم که مقام غیب الغیوبی اتصال دارم. اگر اتصال نداشتم وحی نازل نمیشه. این تفاوت رو نادیده گرفته بودن. بله این قیاس باطله. گفت که مصطفی اندر جهانو باز کس گوید ز عقل. این عقل تمثیلی خنده داره کسی بگه. بله این قیاس البته باطله و هر کسی باطل میدونه، نه تنها این القضات باطل میدونه، هر کسی بخواد تمثیل رو به جای قیاس به کار ببره دوچار باطل شد. خب بسیار خوب استاد، اجازه بفرمایید یه میان برنامه رو ببینیم و در خدمت استاد. در تعریف قیاس منطقی به شعر جناب مولوی اشاره فرمودید، اون داستان طوطی که تنبیه شد و بعد اون کچلی که آمد و در اون فضا جناب مولوی کلن قیاس رو به دو قسمت تقسیم میکنه، قیاس صوری و قیاس معنوی اتفاقا، که همون میرسه به اینجا که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر هر دوگون آهو، اشاره به زنبور و آهو و بله هر دوگون زنبور خوردن از مهد، این یکی شد زهر و دیگر عسل، هر دوگون آهو گیاه خوردند و آب، این یکی سرگین ون شد مشک ناب. درسته. هر دونه خوردند از یک آب خور، این یکی خالی و اون دیگر شکر، 100,000 این چنین اشباه بین، فرقشون 70 ساله راه بین. استاد اینجا با این مثال هایی که زد و قریب به ذهن مثلا مخاطبان هست، به نظر نمیشه ایشون داره میخواد بگه اصلا قیاس یه چیز سوریه، باید به معنا توجه شه. بله کاملا درسته. همونطور که عرض کردم البته که قیاس سوریه، اما عرض کردم یه قید نکته ظریف اینجا خیلی باید دقت بشه که اشتباه اینجا خطرناکه. قیاس اصلا منطق صورته، به طور کلی منطق صورته، ولی صورت اهمیت داره، ماده بحث دیگه است، بحث از ماده، ولی صورت اگر درست رعایت بشه موازین منطقی قیاس برهانی از حیث صورت موجب امنیت از خطاست، مسئول از خطاست، یعنی انسان رو از خطا باز می‌داره و قیاس منطقی باطل نیست. اما آنچه که جناب مولانا در این اشعاری که قرائت فرمودین داره اشاره میکنه که خب آهو و زنبور هر دو مثلا خوردن، اون یکی عسل به اصطلاح نتیجه داد، نتیجه گیاهی که اون زنبور خورد عسل بود، نتیجه گیاهی که اون آهو خورد سرگین بود. البته فرق است بین سرگین و عسل و هر دو از گیاه بیابان خوردن. اما این قیاس مع الفارقه، البته که قیاس مع الفارق باطله و این یکی از اموری است که بسیار رهزن است و بسیاری از انسان‌ها مغالطه‌های فراوانی می‌کنند و خودشون در مغالطه واقع میشن با قیاس‌های مع الفارق.
عرض کردم همون طوطی هم قیاس مع الفارق کرد، یا عصای حضرت موسی رو با مثلا گوساله سامری مقایسه کردن و هزاران مورد دیگر. وقتی اون طوطی بی زبان کچلی خود را با کچلی اون شخص قیاس کنی، این مع الفارقه، اون کچلی اون کجا، کچلی اون کجا. وقتی که شما آهو رو با زنبور عسل قیاس میکنی، این مع الفارقه، اونا مثل هم نیستن. ساختمان وجودی زنبور کجا، ساختمان وجودی حیوانی آهو کجا، چون مانند هم نیستن. قیاس منطقی نیست، قیاس مع الفارقه. و انسان ها گاهی به جای اینکه قیاس منطقی به کار ببرند، از قیاس مع الفارق استفاده میکنند و این همه مغالطه هایی که در تاریخ اتفاق افتاده. بنابراین وقتی که این القضات داره به این قیاس باطل اشاره میکنه، به قیاس مع الفارق اشاره میکنه. و اجازه بفرمایید من توضیح بدم که همون مردمی که پس قیاس خیلی دقیقه باید رعایت بشه. اگر درست شرایطش رعایت بشه، خطا در قیاس برهانی نیست، اما در قیاس تمثیلی، در قیاس جدلی، در قیاس خطابی و در قیاس مع الفارق که خطاهای فراوانه و اکثر این قیاس ها مع الفارقه. و اما اون مردمی که نسبت به حضرت ختمی مرتبت قیاس میکردند و دچار قیاس مع الفارق بزرگ شده بودند، نکته عرض بکنم. ببین یک مطلبی هست که حکما به این مسئله خوب توجه داشتند و صدرالمطلع یه جا خیلی توضیح داده. ببینید من این مطلب یه قدر باز کنم تا مطلب روشن‌تر بشه. اساساً هر مدرکی از جنس مدرک، درست، بین مدرک و مدرک سنخیتی هست. ببین چشم شما مبصرات و دیدنی ها را می‌بیند، چشم شما شنیدنی ها را نمی‌بیند. شما اگه از چشم خودت بپرسید که چه میشنوی، میگه من هیچی نمیشنوم. بله. گوش شنیدنی ها را میشنود. از گوش بپرسید چه میبینی، میگه من هیچی نمیبینم. شامه بوییدنی ها را میبوید، دیدنی ها را نمیبیند. ذائقه چشیدنی ها را میچشد، شنیدنی ها را نمیشنود و هاکذا. پس هر مدرکی با مدرک خودش سنحیت داره. چون که در این 5 حس ما هر حسی اون چیزی که متناسب خودش بود ادراک میکنه و مجموع این حواس تازه فقط محسوسات رو ادراک میکنن. حس آدمی هر 5 حس هیچ کدامشون معقول رو درک نمیکنن. از حس بپرسی که معقول یعنی چه، به شما پاسخ داد که من نمیدانم. حس حتی متخیل رو درک نمیکنه، حتی موهوم رو درک نمیکنه. حس فقط محسوس رو درک میکنه. اگر بصر است مبصر، اگر سمع است مسموع، اگر ذوق است مذوق، اگر رائحه است مشموع الی آخره. خب خیال متخیلات رو درک کنه، عقل معقولات رو درک میکنه، شهود مشاهدات رو میبینه. این مردمی که این حرف رو میزدن اینجا در مرحله حس و خیال بودن، از مرحله حس و خیال بالاتر نرفته بودن. اون چی که میفهمیدن محسوسات بود. یه قدر بالاتر رفتن تخیل هم داشتن، بیشتر از تخیل، شاید تخیل قوی هم نداشتن، در همین حد باقی موندن. وقتی که حضرت رسول رو میدیدن خب اونم یه آدم 2 گوش داره، 2 چشم داره، 2 پا داره، 2 دست داره، یکل و یمشی فی الاسواق، مثل اون راه میره میشینه، همینه. خب اینجا همون دچار قیاس مع الفارق میشدن، میگفتن خب ما هم که همین حس داریم، اونم مثل ماست. اما اگر اینها به عالم عقل راه داشتن و علاوه بر محسوس معقول را میدانستن و اگر از بالاتر از عقل که گفتیم مقام شهود و تجربه باطنی و مقام غیب الغیوبی و درک مقام وحیانی است، اگر به اون مقام میرسیدن هرگز دچار این قیاس مع الفارق نمیشدن. با خود قیاس کردن. همیشه انسان خودشو میزان همه چیز، این یک اشتباهی است که بشر همیشه داره متاسفانه. انسان خودشو میزان همه چیز میدونه. یعنی ببین شما وقتی از مشهد مقدس با قطار میاید، وقتی تو راه میرسی مثلا به ورامین، یکی از شما پرسه که تا تهران چند کیلومتره؟ میگه از اینجا تا تهران مثلا چند کیلومتره. چرا میگه از اینجا؟ یعنی اینجا که منم تا اونجا چند کیلومتره. یعنی میزان خودتی، اونجا که تو هستی در اون زمانی که تو زندگی میکنی، اونجا که هستی میزان خودت هستی. اینا خودشون میزان بودن، میزانشون هم حد حس و خیال بود، بیشتر با عالم عقل هم خیلی راه نداشتن، حتی به معقولات هم راه نداشتن. اینا قیاس میکردن، حضرت رو میدیدن مثل اون زندگی میکنه، میگفتن خب پس این چرا پیغمبر باشه؟ یأکل و یمشی فی الاسواق.
و این اشتباهی است که همیشه بشر گرفتارش هست، نمیتونه ماورای خودشو درک بکنه. هر اندازه انسان به باطن خودش راه داشته باشه و استعدادهای درونی خودشو کشف کرده باشه میتونه ماورای حس و ماورای خیال رو درک بکنه. کسی که به عقل نرسیده معقولات رو درک نمیکنه. کسی که به مقام کاشف و شهود نرسیده براش خیلی سخته که معنی وحی و شهود رو بفهمه. این اشتباهی بود که اون مردم دچار شدن و دچار قیاس مع الفارقی شدن که اینجا این القضات همون قیاس رو باطل میدونه، ولی قیاس منطقی برهانی به هیچ وجه نه باطله و نه کسی میتواند اون رو باطل بدانه. بله. امروز هم متاسفانه ما هنوز گریبانگیر این قیاس مع الفارق هستیم. همیشه با همین قیاس به داوری مسائل می نشینیم که متاسفانه گرفتاری های هم به وجود میاد. و چه اشتباهات بزرگی. بله بسیار خوب. استاد در جلسه پیش بحثی داشتیم راجع به مفهوم ازل و ابد از دید عین القضات که ایشون عقل را میزان همه امور میدانست و بعد دو کفه این عقل را ازل و ابد میدانست و جناب عالی هم فرمودید مفهوم ازلیت فارغ از این زمان و مکانی است که ما در او هستیم و حتی نسبت به این ازل حضرت آدم علیه السلام با ما فرقی نداره. بخواستم این سوال بکنم که آیا این مفهوم ازل و ابد در مورد حوادث الهی مثل واقع عاشورا هم صدق میکنه یا نه؟ قطعاً. ببین ازل که وقتی من عرض میکنم ازل امتداد زمان نیست، ببین اینم یکی از همون قیاس‌های مع الفارقه که حالا بحثشو میکردیم. متاسفانه انسان چون زمانی و مکانی هست خب ناچار همه چیزو در زمان و مکان میفهمه. این یه گرفتاری انسانه. البته با تأمل و تدبر باید بفهمه که هم زمانی و مکانی هست هم میتونه ورای زمان و مکانی باشه. این اگه بفهمه خب یه قدری راحت‌تر میتونه فکر کنه. ما وقتی میگیم ازل یک زمان درازی رو تصور کنیم به گذشته، یعنی دورترین دراز به گذشته رو ازل میدانیم و دورترین زمان رو به آینده ابد میدانیم. این اشتباهه. ازل زمان دراز نیست در گذشته و ابد زمان دراز آینده نیست. ازل و ابد باطن زمان عرض کرده بودم. ببین انسان ها هر انسانی یه باطنی داره، ظاهرش یه احکامی داره. مثلا بر بدن من بر بدن شما یه احکامی باره. شما دارای وزن هستی، طولی هستی، عرضی هستی، عمقی هستی، فعلی هستی، انفعالی هستی، سرما میچشی، گرما. این ظاهر بدن یه احکام بر بدن شما باره. شما یه باطنی داری. حالا باطنت که خیلی عمیقه انشاءالله که هست. من حالا سطح ظاهر باطن شما یه قدری نزدیکترین باطن شما دارای افکاری هستی. افکار باطن شماست. من الان نمیدونم افکار درونی شما چیه. اینو من باطن شما حساب کنم. البته از افکارم باطن تر داری یا ای باطن تر داری. ولی من نزدیکتر شو حساب کنم که اندیشه های شما الان یه سلسله اندیشه های در شما هست که من الان نمیدونم. به اندیشه های شما راه ندارم. به مقاصد شما به درون شما راه ندارم. بدنتون نمیبینم. بر این بدن شما یه احکام باره که من میتونم بفهمم چیه. الان به رو وزن مثلا روی ترازو معلومه شما چند کیلومتری. الان اگه هوا سرد باشه شما عضلاتت منقبض میشه، گرم باشه منبسط. اینا رو میتونم. باطن شما رو نمیتونم بفهمم و احکامی که بر ظاهر شما باره بر احکام اندیشه های شما بار نیست. یعنی اندیشه شما سبک و سنگین نیست، وزن نداره. نمیشه بگی اندیشه های شما چند کیلوه. نمیشه بگی اندیشه های شما سردش میشه منقبض میشه. نمیشه بگی اندیشه های شما گرمش میشه منبسط. این احکامی که بر بدن شما باره بر اندیشه های شما که باطن شماست بار نیست. حالا من اینجا میخوام با این تمثیل نتیجه بگیرم. احکامی که بر زمان باره که گذشته حال آینده است و شما با ثانیه و دقیقه و ساعت و ماه و سال و قرن اندازه میگیری، کرونولوژی، شما ازل رو نمیتونی اندازه بگیری. این احکامی که بر زمان باره بر ازل و ابد بار نیست. ضمنی که ازل و ابد بر زمان حاکمه و در باطن زمان حضور داره. حضور داره. اصلا حضور داره. ازل همیشه هست. ازل تمام نمیشه که. ازل هر چه بری بوده است و هم اکنون هست و هر چه به آینده بری. ازل همیشگی است. حالا شما سوالتون این بود که آیا وقایع زمان هم در ازل هست یا نه؟ اگر خود کل زمان ظهور ازل است، اگر کل آغاز و انجام زمان ظهور ازلیت است و ابدیت،
لحظه های زمانی و وقایعی که در زمان اتفاق می افتد هم ظهور ازل و ابده. شما به واقعه کربلا اشاره کردی، شهادت جانسوز حضرت امام حسین علیه السلام اشاره کردی. بله که در زمان اتفاق افتاده، دقیقاً تاریخ شما میتونیم تعیین کنیم. در سال 61 هجری واقعه کربلا اتفاق افتاده، زمان داره، تاریخ داره، میشه ثبت کرد. اما بله در ازل هم حضور، این واقعه در ازل هم حضور داره و در ازل هم بوده و خود امام حسین به این مطلب اشاراتی داره. وقتی داره میره و سر راش باش صحبت کنن، ان الله شاء ان یراک قتیلا، این کلام خود امام حسینه. چی داره حضرت بیان میکنه؟ یعنی میداند که در علم ازلی چه اتفاق افتاده. علم حق تعالی ازلیه، اصلا ازل یعنی علم خداوند، علم خداوند ازلیه. همه چیز در ازل و در علم حق معین بوده و خود حضرت امام حسین هم به ازل راه داشته از طریق باطن چون ولی خداست، به ازل راه داشته و میدانسته که چه اتفاقی خواهد افتاد. این نکته خیلی مهم بود. یقینا میدانسته. آره. از حیث باطن میدانسته. ما در جلسات گذشته ها خدمت بینندگان این بحث رو داشتیم که انسان کامل یا اولیای خدا کسانی هستند که احکام خلقی از اونها خارج میشه، متصف میشن به احکام الهی و غیبی. این گفتیم کجاست؟ بحث مقام فنا فی الله کردیم و گفتیم فنا فی الله ظهور مشیت مطلقه خداوند در ولی اوست، در انسان کامل که و ما یشاءون الا یشاء الله. این آیه که شما الان جمله که از امام حسین فرمودید ان شاء یراک قتیلا از اینجاست. خب از این منظر اگر نگاه بکنیم پس دیگه اون احکام زمان و مکان در انسان ولی خدا جاری نیست. امام حسین به عنوان یکی از اولیای بزرگ خداوند در این ساحت جا میگیره. لذا عاشورا هم ظهور حرکت این انسان کامل در خلق یک حماسه بزرگ به نام عاشوراست. بدین ترتیب عاشورا هم نمیتونه مظهر، البته در اینی که مظهر زمان و مکان هست، میتونه که مظهر ازلیت و ابدیت هم همینطور. عرض کردم ازل آره حضور دائمی است در متن و بطن زمان. بنابراین واقع عاشورا هم ازلی است هم زمانی، هر دوش هست، هر دو رو داره. هم زمان تاریخ علت این که ما اینو تکرار میکنیم اینه که تکرار نیست در واقع. نه هیچ وقت تکرار، همیشه حضور داره. اصلا همیشه زنده است. عجب. این بسته که با چه نگاهی نگاه بکنی. اگر چنانچه با نگاه ازلی باطنی نگاه کنی همیشه حضور داره، اصلا یه لحظه کهنه نی. اگر تاریخی نگاه کنی زمانی خب یه تاریخ معین داره. ببین اصلا شخص کامل در همون صحنه کربلا ببین چند تا اتفاق افتاده که اینا چون انسان‌های محب حق بودند و انسان اولیا بودن از باطن نگاه می‌کردن برای دیگران عبرت انگیزه. ببین وقتی که در یک از جنگ‌های دیگر است، وقتی حضرت حمزه داره به جنگ میرفت زره نپوشید. یه کسی بهش گفت چرا زره نمی‌پوشی؟ خب زره حافظ بدنه دیگه. خب چرا لا تلقوا بأیدیکم، چرا خودتو به هلاکت می‌اندازی؟ مگر نخوندین آیه شریفه رو ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه؟ قرآن میگه خودتو به هلاکت نندازی. تو زره نمی‌پوشی خودتو به هلاکت داری میدی. این خلاف قرآنه. یه جواب زیبایی داد اون ولی. فرمود اون که مردن پیش چشمش تهلکه است، امر لا تلقوا بگیرد او به دست. اون که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرورا در خطاب. بله اگر کسی مردن در راه حق رو هلاکت بدونه، این ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه هست، مضمون مصداق این آیه است. ولی کسی که سعادت ابدی می‌کند باید به سار او تمسک کنه که شتاب کن در راه حق. مغفرت. خیلی زیبا فرمودی از نگاه جناب مولوی. اتفاقا یه لطیفه دیگری هم جناب مولوی دارد که با این بیان حضرت عالی دیگه برای مخاطبان ما روشن شد. اون این که ایشون میگوید من شنیدم که در کربلا حادثه اتفاق افتاد، سرها بریدن، استخوانها قلم کردن. میگه خودم را به عاشورا رسوندم. دیگه رسوندم، پس ازلیت برای ایشون هم مشکلی نبود. همینطوره. بله. بعد دیدم که نه، اینجا جشن وصال گرفتن. حالا ابیاتش اینه که رفتن و جولان سر میدان کنن، رقص اندر خون خود مردان کنن، چون رهن از دست خود دستی زنن،
چون رهن از نقص خود رقصی کنند، مطربان چون از درون دف میزنند، بحرها در شورشون کف میزنند. این دهان بربند از هزل ای عمو، جز حدیث روی او چیزی مگو. چقدر لطیف گفته. ببین این مطلبی که شما نقل کرده از مولانا که رسونده خودشو به عاشورا، این نگاه باطنیه. این کجا میتونسته در ظاهر خودشو به عاشورا برسونه؟ این نگاه ولوی باطنیه که از با دید باطنی واقعی کربلا دیده و به جای خون ریختن و کشته شدن وصل است و عروسی و مقام وصاله. این همون روحی است که اونجا دیده که در مورد خودش. ببین الان هم شب وفات مولانا شب ارث بهش میگن، ارث بهش میگن در ترکیه. یعنی اون گفت شب وفات من شب عروسی منه. شب عروسی من یعنی شب وصاله. اون موت خودشو وصاله و حق میدانست و هنوزم بعد از حدود 700 سال که از موت مولانا میگذره اون شب رو هنوز پیروانش میگن شب عرس، یعنی شبی است که وصال داره. این اگر اون واقع رو در کربلا ندیده بود اینجا شب فوت خودشو شب عروسی نمی نامید. خب انسان‌های کامل که دید باطنی دارن و به دید دیگری به جهان نگاه میکنن میتونن این مطالب رو دریافت کنن. اون نگاه باطنیه. خیلی لطیفه. یعنی میتونیم بگیم همون سیر ازلیت انسان کامل. خب ازل همیشه حضور داره. منتها اگه شما چشم باطنت باز شد ازل رو میبینی. بله بسیار خوب. که جناب همسر بلال حبشی هم به تو غریبی میروی نیکو خصال، گفت نه جشن وصال است الوصال. اون داستان هم بیان میکنه. بله. بنابراین خیلی این درک مفهوم ازل و ابد در تحلیل شخصیت‌های بزرگی مثل امام حسین و همچنین حوادث بزرگی این آفریدن به ما کمک میکنه. برای انسانی که کمال معنوی داره اصلا دو مفهوم ازل و ابد فقط مفهوم همین زمان را دارند. یعنی فقط زمان دور گذشته رو ازل می‌دانند و زمان دور آینده رو ابد. یعنی به معنی واقعی ازل و ابد راه پیدا به اون لطافت که باطن زمانه که لطیفه، یعنی زمان الطفه، زمان به اون راه ندارن. این یک دید به اصطلاح فرازمان و مکانی میخواد که اون دید عقلانی و دید شهودیه. و اگر کسی نتونه به اون مقام برسه هرگز معنی ازل و ابد رو معنی درستش درک نمیکنه. یعنی باید یک چشم باطنی باشه که اون ساحات و آناتی که حداقل چشم عقل. ببین عقل ضمن اینکه ما در زمان و مکانیم، عقل ما خیلی زمان و مکانی فکر نمیکنه. عقل میتونه ماورای زمان و مکان رو بفهمه. عقل میتواند بفهمد که ورای زمان و مکان چیزی هست. اینو میتونه. چرا میتونه؟ چرا این توان رو داره؟ برای که میتونه فرا بره. اگر نمیتونست فرا بره قدرت فهمیدن نداشت. میتواند غیر زمان و مکان رو بفهمد. میتواند بفهمد که ورای زمان و مکان هم چیزی است. همین توانایی فهم از آن عقله و اگر توانایی داره راه داره به اونجا. حتی به عقل کامل اگر برسه میتونه درک کنه. به خاطر همینی که امام حسین شب عاشورا به یارانش میگه فمل موت الا قنطره. یعنی شما باید یه پلی عبور میکنید و من جای شما رو در بهشت میبینم و چه جایگاهی میخوایم پا بذارید. و این باعث دلگرمی یاران او در روز عاشورا شده بود. بله. البته خب فرصت نیست. لطایف بسیار زیبایی در قالب رجزها و بیاناتش در شب عاشورا امام حسین و در روز عاشورا داره، مخصوصا زمانی که به لحظه های وصالش نزدیک میشه چهرهش برافروخته تر میشه. به هر حال امام حسین حقیقتی است. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، که همه در این دو جمله تجلی پیدا کرده است. خداوند بنابراین ما نباید فقط امام حسین رو در همین ایام نگاه بکنیم و یه سینه‌ای بزنیم و یه سیاهی بپوشیم و اشکی بریزیم. و امام حسین بر همه ساحات و آنات زندگی ما جاری است. سعی کنیم که همیشه از منبع این نور افشانی کنیم. تعبیر زیبایی داشتیم. هر که به این منبع نوری متصل باشه همیشه نور ولایت را اتصال می‌بخشه. بسیار خوب استاد. بحث زیبایی بود، به جای بسیار لطیفی هم رسید. انشالله خداوند به ما در درک این عقلی که جولانگاه او
عرصه عالم ملک و ملکوت است و همه پدیده هایی که خداوند در این نمایشگاه انفسی و آفاقی آراسته برای تنبیه و تدبر این عقل است انشاءالله ما فرا بگیریم و همه مراتب را همراه با کلاس عاشورا انشاءالله طی کنیم. هر که را عشق خدا یابش دهند، از شراب کربلا آبش دهند. هر دلی جوشد حسینم ساقی است، تا قیامت انقلابش باقی است. این جملاتی بود که حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید خطاب به یزید و یزیدیان فرمودند که مخاطبش همه ما تاریخیان هستیم. پروردگارا دلهای ما را به نور ولایت سالار شهیدان منور بگردان ان شاء الله. به اتفاق استاد عزیز با همه شما بینندگان عزیز و بزرگوار و عزادار خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.